سلام، خبرهای مهم روز جمعه 20 ایون را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. مقامات تاجیکستان الکساندر صادیقوف یک پژوهشگر جوان را که در شهر خوروغ بازداشت شد به خیانت به وطن و افشا کردن اسرار دولتی متهم کردند. روز 19 آگوست تلویزیون ولایتی بدخشان نواری را که ظاهرا ضمن بازپرسی الکساندر صادیقوف برداشته شده است نشان داد و در این ویدیو میگفت که تنها با هدف تحقیق عامل‌های ناامنی به خوروغ سفر کرده و با نمایندگان جامعه شهروندی صحبت کرده است. سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق از حکومت تاجیکستان خواستند که الکساندر صادیقوف را از بازداشت رها کنند. تا کنون معلوم نیست او در کجا نگه داشته می شود. پژوهشگر جوان در دانشگاه تورنتو کار می‌کند و به گفته همکارانش هیچ گونه جاسوس نیست و تنها برای کاری تحقیقاتی به خوروغ سفر کرده است. محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ویران کردن قرارگاه این حزب در شهر خوجند را یک عمل غیر قانونی و فشاری دیگر به اعضای حزبش خواند. روز 19 ایون بعد تظاهرات گروه نامعلوم زنان در نزد دفتر حزب نهضت، مقامات به ویران کردن ساختمان نمایندگی حزب پرداختند. مقامات خوجند میگویند که بر طبق نقشه نو آنها باید مسجد نزدیکی این محل بازسازی و بناهای شفتی این ساختمان برداشته شوند. شهلای گلخواجه همکاری ما در دوشنبه روز 20 ایون با محیدین کبیری در این باره صحبت کرد و نخست نظر او را درباره عملکرد مقامات رسمی پرسید. البته نظر ما منفی است و اونی که بنای حزب را تخریب کردند زمینه حقوقی و قانونی نداشت و اونها پیش از آن میخواستند که پیش راهی برگزاری جشن وحدت در ولایت سوقلو بگیرند و اگرچه موفق شدن به اون که این جشن برگزار نشد، ولی از نگاه ما یک ضربه به روند وحدت ملی زده شد، چون اثبات کردن که برای بعضی مسئولین وحدت ملی جز یک شعار و جشن خود خالی چیز دیگری نیست. اون محتوا ندارد و ارزش برایشون ندارد و طرف دیگری صلح را در عرفه جشن وحدت ملی میتوانند به این شکل تحقیر کنند و دفترش رو خراب کنند. این هم استاد که فکر میکنه از قبل تحریزی شده بود یا که از اون سیناری که این عملی شد در همه جای اصل بود، در بدخشان، در کلاب و اخیراً در شهر خوجند و حتی همین اسلوب رو در علیه حزب سوسیال دموکراتی هم قبلا استفاده بودن و وقتی دیدن که نسبت حزب سوسیال دموکراتی اون نتیجه داد، دیگر تقریبا کاری آنها رو فلج کردن که دیگر نمیتوانند از اون جلسه برگزار کنند یا نشسته. عیناً هم اسلوب رو علیه حزب ما استفاده برده ایستادند، ولی به فکرم نتیجه نخواهد داد، چون که استواری و اراده اعضایان ما نشان داد که آنها در همه جا و در همه حالت میتوانند طبق قانون فعالیت خود را پیش ببرند. استاد تصمیم شما چی هست در رابطه با قرارگاه که در سعود است و عمان حتما مراجعت خواهیم کرد به مقامات سعودی، به پروکراتور و پیگیری خواهیم کرد که اون جبران کرده شود و کسانی که غیر قانونی بنای ما را خراب کردن باید به جوابداری کشیده شوند، چون هیچ زمینه حقوقی نداشت و قانونگذاری هم معین کرده است که در صورت ضرورت این یا آن انشاءات یا مالکیت برای استفاده جمعیتی اون باید قبل از همه با توافق طرفین و جبران خسارات باید که بعد از آن برداشته شد. وقتی سفرم انتظار داشتید که همین گونه حمله با صورت خواهد گرفت در نسبت شما؟ راست گپ نه، در خوجند این انتظاری رو نداشتم، چون همیشه فکر میکردم که به هر صورت اونجا که از زمان جنگ شهروندی هم از این مبارزه ها در امین بود و این روحیه و حساسیت نبود. بعدا همیشه مردم قسمت شمالی ما معروف به فرهنگ و رفتارهای خاصی خود بودن و تا امروز هم به این اعتقاد هستم و باور هم دارم که نه در بدخشان، نه در کلاب، نه در خوجند مردم هیچ عیبی ندارند و اونها با ما مشکلی ندارند. این دایره هستن که این کارها رو در همه جا تشکیل میکنن و امکان دارد که در جاهای دیگر هم تشکیل شود و برای ما نباید از مردم گیلمان باشیم یا از منطقه، بلکه ما از مقامات و از اشخاص علاهیده گیلمند هستیم که و مردم تهمت میزنند و از نوع مردم، از نوع بدخشانی ها، کلابی ها، خوجندی ها و شاید فردا از نوع ختلانی ها و دوشنبگی ها این کار را انجام دهند و همینطور آبروی مردم و ملت خودشون می‌ریزند.
سازمان‌های حامی حقوق بشر در تاجیکستان و خارج از آن عملیات سراسری مقامات انتظامی برای بازداشت تنفروشان را تنقید کردند. در یک نامه دسته‌جمعی که بیشتر از 20 سازمان به عنوان وزارت امور داخلی فرستادند گفته می شود که عملکرد مقامات برای مبارزه با جنایتکاری را قدر می کنند، اما شیوه اجرای عملیات درست نیست. بازداشت و مجبوراً به حکم دادگاه از تشخیص طبی گذرانیدن خانم‌های بازداشت شده غیر قانونی و هم تبعیض زنان به حساب می رود. اقدامی درست است. باید که شخصانی که گرفتاری بیماری باید به قید گرفته شوند و زیر نظارت باشند و طبابت نسبتشون گذرانیده شود و یاری همه جانبه نسبتشون باشد. ولی با این طرز اصولی که کارمندان میلیسیا گذاشتند این نادرست است. هفته گذشته وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت که تنها در شهر دوشنبه در یک عملیات بیش از 500 زن تنفروش بازداشت شده است که 450 نفر آنها گرفتار بیماری‌های سیرایتی جنسی بودند. روز 20 ایون در شهر دوشنبه روز بین المللی پناهندگان را تجلیل کردند. در مراسم ویژه درباره مشکلات مهاجران در تاجیکستان گفتند و هم هنر دستی آنها را نمایش دادند. این زمان در تاجیکستان بیش از 4000 پناهنده زندگی می‌کنند و اکثر آنها از افغانستانند. کار نیست، خانه چقدر قیمت است؟ اولا خانه به 100 سامان بود، به خودشون حال به ما به 500 600 نمیگن. قیمتی بیکاری ما ماجر است. با گفته حامیان حقوق با وجود آن که بسیاری از این پناهندگان سالهای طولانی در تاجیکستان زندگی میکنند، حکومت به آنها حق شهروندی نمیدهد که این مخالف قانونهای بین المللی است. اخباری از این هم بیشتر با عکس و ویدیوهای دیگر در وبسایت رادیوی آزادی، صحیفه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیوی آزادی برای تلفن های همراه.